خب دوستان، اولین بازدید امروزمون 2 سپتامبر کلیسای کلارا هستش و این کلیسا در مرکز شهر هستش، در کنار ایستگاه راهن و از برجسته ترین نمونه‌های سبک گوتیکه و ابتدا بخشی از یه صومعه بوده در قرن 13 و بعدها در قرن 16 بر اساس معماری گوتیک بازسازی شده. ارتفاع 116 متر، از بلندترین سازه های شهر استکهلم که نماد این شهر هم به حساب میاد. برج بلند و باریک، شیشه های رنگی و پرجزئیات، سنگ تراشی، فضای داخلی با شکوهش مورد توجهه و نه تنها یک مکان مذهبی که یک مکانی برای اجرای کنسرت های موسیقیه به خاطر فضای آکوستیکی که داره. بریم داخل ببینیم چه خبره. دوستان، یه مسئله ای هم خیلی به نظر من لازمه که اینجا بگم تا یه حس بیشتری برای از این بنا بگیرید و اونم بحث سبک معماری گوتیک هستش. ببینید، معماری گوتیک یکی از سبک‌های برجسته اواخر قرون وسطا هست که از قرن 12 تا 16 توسعه پیدا کرد و از فرانسه هم شروع شد و بیشتر در کلیسا و صومعه ها دیده میشه تا حس بلندی و شکوه و بهشت روی زمین رو تداعی کنه. حالا توی معماری به سبک گوتیک قوس ها همونطور که میبینید نوک‌تیز هستش و سقف ها طاقی هستن. پنجره هاش هم بلند و معمولا رنگیه و همونطور که میبینید از ستون های نازک و کشیده استفاده شده. حالا این معماری رو میتونید در کنار سبک‌های رومانس، رنسانس، معماری باروک، نئوکلاسیک، معماری مدرن و پست مدرن بررسی کنید و شباهت‌ها و اختلافاشون رو ببینید. خب همونطور که میبینید کاملا این کلیسای باشکوه اجزای معماری گوتیک رو داره. سقف‌های قوسی شکل نوک‌تیز و اجزای خیلی پرشکوه، پنجره های بلند و اما اجزای اصلی یک کلیسا رو هم الان براتون معرفی می‌کنم. از اینجا شروع میکنیم. در روبرو ما محراب رو داریم که در واقع نمادی از عیسی مسیح معمولا در اینجا قرار میگیره. پنجره‌های رنگی و نقاشی شده بسیار زیبا و در محراب که این قسمت جلوی کلیسا هستش مراسم عشای ربانی و سایر مناسک انجام میشه. اگه میدونید مراسم عشای ربانی چیه برام بنویسید، ممنون میشم. و همینطور که میاییم عقب‌تر ما سرسرا رو داریم که در واقع راهرو طولانی هستش که در سمت چپ و راستش نیمکت ها قرار گرفتن برای نشستن مردم برای اجرای مراسم و در سمت چپ و راست این نیمکت ها در واقع راسته های جانبی رو داریم برای دسترسی بیشتر. و ما شبستان رو داریم که در واقع گروه کور در اون همون قسمت جلو قرار میگیره، یه چند تا پله بالاتر برای اجرای مراسم ها. بالکن یا تراس رو داریم که تقریبا از سرسرا و شبستان بالاتر هستش در چپ و راست و صلیب بزرگ رو داریم بالای محراب، حالا اونجا هستش. مناره رو که از بیرون میتونید ببینید و زنگ کلیسا برای فراخوانی مردم برای اجرای مراسم و بخشای خیلی زیاد دیگه ای داره، حالا مثل بنیاد مقدس و نارکس و نمیدونم حوضچه آب مقدس که هر کدوم نقش و عمل کرده خودشونو دارن.